امو روز تا بگاره دلش خوش نمیشه. چرا؟ به خاطر که یک نماز از پیش قضا شده. اما کسایی که صفت نفاق داره و مرض شبهه دیش است، و این طوری کارا را برای خود اصل دلیل جور میکنه برای ترک چی؟ عبادت. الله همونطور مردم را بیان میکنه. و من الناس، بعضی از مردم یعنی گروهی است که مرضشان شبهه است، من کسی است یعبد الله که عبادت الله را میکنه علی حرف به شک و تردد، یعنی مذبذب است ایمان و عبادتش به اساس منافع شخصی است. چه رقم؟ فإن اصابه خیر، اگر برسه برش خیر، یک چیزی خوشحالی و خوبی دنیوی برش حاصل شود، مال متاع منصب جلال قدر قیمت مردم احترامی را بکنه، اطمئن به، بسیار قرار میگیره، مطمئن میشه، در ظاهر آسوده خاطر میشه که بله بله. و این اصابته فتنتون، اگر برسه برش آزمایش، مصیبت، تکالیف، غریب میشه، قحط نحت میه، اولادش میموره، امامت و تدریس و ملازمت برش پیدا نمیشه، انقلب علی وجهی، بر روی خود باز میگرده به مو دینی باطل، به مو کارای غلطی خود. تشریح میشه. قرآن کریم کتابی است که یک چیز برملا چی پنهان نمیمانه، برملا میسازه. خو تا که این گپا نباشه، این کلی حالتایی که به وقوع میپیونده، این باید بپیونده. بگو چرا؟ اگر نپیونده تفسیر آیات قرآن گنگ باقی میمانه. تفسیر آیات قرآن گنگ باقی میمانه. این حالات تحولات امروز که امریکا آمده مردم دنبالش میره، کلش به خاطر عزیز که آیات های قرآن کریم مصداق خود پیدا کنه و تشریحش به ما روشن شود. اینجا الله می فرماید خسرت دنیا و الاخره، ای آدم تاوانی شده، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا خو مبتلا به مصیبت ها، تکالیف و رنج و غم شد، آخرت هم تباه شد. کل سرمایه خدا در شک و تردد، به جای از که تسلیم به احکام الله باشه، همو رقم تیر کرد. ذالک هو الخسران المبین، این همی تاوانی واقعی است، آشکاراست که هم پیسه بره سرمایه و هم فایده. اردویش سرمایه هم داد الله برای ما و شما سرمایه داده، عمر ما سرمایه، استعداد ما سرمایه، چشم گوش و بینی و دست و پای کل اعضای ما سرمایه ماست. چی رقم استفاده کنیم در کار پرتیم؟ ماشین است، ماشین. چی رقم چی چیزا را تولید میکنی، لیکن تو غلط تولیدی غلط شروع کردی، تولیدی غلط. چشم فقط قرآن میدید، تو حالی فیلم ها را میبینی، گوش قرآن میشنید، صدای قرآن، گپی خوب، گپی تقریر، حالی چی را میشنوی؟ موسیقی را میشنوی. کلشه این تاوانی خیلی بزرگ است. تفسیر آیت از ابن عباس رضی الله عنه کسی سوال کرد. ابن عباس رضی الله عنه میگفت و میفرمود کان الرجل یقدم المدینه، شخصی در مدینه می آمد چی میکرد؟ فان ولدت امرأته غلاما، اگر زنش بچه تولد میکرد و چیست؟ و نتیجت الناقه یا خیله، یک روایت و نتیجت خیله، اسبای شام خوب بمیتور چی میکرد؟ چوچه میداد. دیگه چی میشد؟ باز میگفت هازا دین صالحون، این دین بهترین دین است، خوب دین است. فلم تلد امرأته، اگر زنش اولاد نمی آورد، ولم تنتج خیله، اسبای شام چی نمیشد؟ چوچه دار نمیشد. باز میگفت چیست؟ هازا دین سوء، این دین سوء، این بد دین است، نعوذ بالله، بد دین است. بله قرآن کریم کدام حقیقت برملا می سازد. بعضی مردم هست که دینداریش ایمانش فقط دنبال منافع شخصی میچرخه، تا وقتی که از زمین جا آب میخوره روزیش برقرار است، مجاهد صاحب است، ریشش دراز چی کرده، او که همینطور تکان داده تا طرف مسجد میره. زمانی که تغییر خورد، تاریخ تبدیل شد، کابل جان آمدن، کابل جان او حالتا تغییر کرد. منافع در جهاد دیگه پا نبود، منافع در پذیرفتن دموکراسی، سیاست های غربی این همی گپا بود. ریش انبو به نکتایی بدل شد. ریش انبو به چی بدل شد؟ نکتایی بدل شد. کالای ساده به پتلونجان بدل شد. همینطور شد یا نشد؟ بله، داد از جهاد، کلمه جهاد، مفاخر جهاد و کلش ورزش های دموکراسی بدل شد، حقوق زن، حقوق بشر بدل شد. حال یک پاست.
قرآن حقیقت ها را برملا میکنه نمیکنه؟ دین روز کی بود امروز کیست؟ دیروز چی میگفتی امروز؟ دین روز میگفتی علیه دشمن، استعمار استعمار استعمار، تقریر میکردی دهنت قف میکرد. امروز خود استعمار از پای گرفتی که ماندنید نیستم. عذرا برش میکنه که بری من از گشنگی میمرم. راست میگه میمرم، این واقعیت میگه مردم نمیگه. چقدر تیلرهای مردم مالای اکمالاتی امریکا را میاره دلال میگیره، چقدر روزیش از امو طرف است، ده حج از امو جا رفته اقدر اینه ریش. افسوس است میشه در دنیا 4 روز آدم میچله، شکی در این نیسته که شوفشیت از 4 نفر حاجی صاحبان برات میگه احترامتان میکنه، اما در این طور قبر بیفتی، در این طور قبر بیفتی که از پیشت سوال شود که دینت چی بود؟ دین چی برات گفته بود؟ ربت کی بود؟ روزی رسانت کی بود؟ امریکا یا کمپاین یا الله؟ سوال است. رهبرت کی بود؟ دموکراسی؟ دین دموکراسی بود یا اسلام؟ رهبرت کی بود؟ یهود و نصارا یا محمد رسول الله؟ این سوالا میشه، این سوالا اتویس آمده نیست. این مردم ها اونطور حالت هاست. قرآن کریم برملا میکنه الله بکنه که ما ایمان و عبادت ما به اساس منافع شخصی نباشه. ملا صاحب اگر امامت برش میاثر شد و خوب شد ترجمه قرآن میکنه و خوب ملاست تقریر میکنه، کمی از پیش قطع شد بعد امامت دیگه تیر زمین خلاص. الله رحم بکنه. سخت امتحانات الله متوجه کل انسان ها میشه، کل مردم میشه. تا دین روز داد از چی میزدن؟ عدالت قایم شوه، شریعت قایم شوه، حدود الله جاری شوه. امروز چی میگه؟ دموکراسی قایم شوه، حقوق بشر شوه، حدود الله چی شوه؟ معطل شوه. چی میگه؟ سازگار نیست. با چی؟ با چی سازگار نیست؟ با وضعیت فعلی. با چی؟ این گپشان راست است. آدم که نوکر یهود و نصارا باشه خب وضعیت فعلی همی است دیگه، سازگار است؟ خب سازگار نیست. خب میگه، راست میگه. ما باز هنوز ملامت میکنیم شهر. خب این حالات باید باشه یا نباشه؟ این حالات باید باشه که آیات قرآن کریم شرحش برملا شوه، واضح شوه، برای ما واضح شوه. در زمان رسول الله همینطور بود. منافق تا وقتی که برش مال و متاع برسید او بس داد از دین میزد. خب زمانی که تکلیف میرسید باز چی میگفت؟ چی بد کردیم دی دین آمدیم چی بد کردیم میگفت. اینطور حالت رسید شما باور بر الله بکنی که از جهاد مردم توبه کرد. کلمه جهادی رست برای خود عار میدانه، امیالی عار میدانه. میفهمی یا نمیفهمی؟ این را بفهم. زمان طالب بود این ریشایان بود، لنگی بود. کمی تغییر خورد، نه لنگیسته نه ریش است نه چیزام نیسته. زمانی کمونیست چی بود؟ یک دانه چیسته؟ یک خنقاقی سرخ، یک خنقاقی سرخ فقط در پیشانی خدا میتور چیسته؟ یک چیزی داست و چکوشه، دستی خود داست و چکوشه رسم کرده بود، داست و چکوش. اما زمان طالب که آمد دگروالا کلش مولای امام مسجد شد. خسر الدنیا و الاخره. بله در دنیا 4 روز انسان فریب داده میتونه کسی را، اما در پیش الله متعال رفته نیستی. یا عمرت استعدادت در کجا مصرف کردی؟ چه رقم مصرف کردی؟ الله متعال ثبات و استقامت نصیب انسان بکنه خیلی سخت است، خیلی سخت است. یدعو من دون الله ما لا یضر، یدعو من دون الله طلب میکنه حاجات خدا، روزی خدا، عزت و چیستا آبروی خدا، من دون الله بغیر از الله متعال. ما از طور معبودا، از طور کسا لا یضر کی ضرر برشان رسانده نمیتونه اگر خواستن و عبادتش ترک کنه، و ما لا ینفع آن چیزی که برش نفع دادن نمیتونه، نفعم رسانده نمیتونه اگر روز مرد از او طلب بکنه عبادتش بکنه. ذالک هو الضلال البعید. این همی که از غیر الله طلب میکنی حاجات و مشکلات تا، این گمراهی خیلی دور از حق است. الله رحم بکنه. این حال مشرکین بود که در مشکلات خود، در حاجات خود به بتا صدا میزدن. خب لیکن اینجا مراد بتا نیست، چرا که ما بعد یزی یدعو لمن ضر اقرب من نفعی میگه. اونجا دلیل آیت دلیل است که مراد از این بتا نیست، انسانای قابل چی است؟
بگوی عزت و انسانای صاحب مرتبه است. انبیا و اولیاء را که کدام یا چی میکنه؟ دعوت میده برای حاجت روا و مشکل کشا میدانه. الله متعال اونما را بیان میکنه که یا از حق بسیار دور رفتن. چرا؟ اولیاء و انبیا علیهم السلام به کسی نفع ضرر رساندن نمیتونه، قطعا رساندن نمیتونه. از او خاطر الله اینجا بیان میکنه. اینجا حالی او خود شرکی چی بود بگوی؟ دعا، شرک طلب، رزق روزی خدا از معبودای باطل طلب میکرد. امروز از کجا طلب میشه؟ از دنیای غرب. فقط میگیم روسی رسانی ما غرب است. اگر امریکا نباشه افغانستان کلش چیستا پای خدا دراز میکنه، از گشنگی میماره. همونطور است یا نیست؟ چرگه جمع شد امی گپا را گفت. یدعو لمن ضره، دعوت میده و کسی را که ضررش خیلی اقرب و نزدیک است، من نفعی از نفعش. چرا؟ به خاطری که دعوت به سوی شرک میده ایره، ای آدم مشرک میسازه و شرک تمام اعمال نیک از ایره مکمل قطع خاک یکسان میکنه. ای به این گمان که بر من نفع میرسه، خبر نداره که تباه و برباد شده. یک یدعو طلب میکنه لمن او کسی را ضره که ضررش اقرب و نزدیک است، من نفعی از نفعش. پیش آیت میگه که یه ضرر رو نفع رسانده نمیتونه، اینجا میگه از نفعش که ضرر برش پیش هسته. چطور یک جای نفی میکنه دیگه جای اثبات است. بله، مراد زوال کسانی بود که علم به عبادت مشرکین نداشتن. عیسی علیه السلام وفات کرده، نصارا به او را عبادت میکنه. شیخ عبدالقادر جیلانی وفات کرده، نمیفهمه که مردم در وقت حاجات خود یا شیخ عبدالقادر جیلانی صدا میکنه. علی رضی الله عنه وفات کرده، فاطمه وفات کرده رضی الله عنها، خبر نداره که مردم در وقت حاجات و مشکلات طرف ما چی میزنه؟ صدا میزنه. از او خاطر از وا هیچ نفع و ضرر نیست. لیکن در این آیت که میگه ای جوانمو مردمای پیرا و علمای هستن که از بگوی از حالتشان خبر داره. اینجا خبر داره که اینیا مرا چه عبادت میکنه، در وقت مشکلات نام ما را صدا میکنه، وقتی که میایه برای ما سجده میکنه او مرا به مردم میگه یکی از تمام جزیاتت خبر داره، عزت ذلت کلش پیش عزیزته، برو طریقه بگی فقط جنت برات تکه داده میشه. اینجا الله متعال میگه یا خب به گمان ازی که نفع بر ما رسانده، لیکن ضررشان از نفع کده چی بوده؟ از این معلوم میشه که کمک نفع خوب بوده، کمک نفع بود میشه. او کمک نفع چی بوده؟ بگوی پلو بود، شوله بود، لنگر بود، اختلاط مرد و زن بود، ساز و سرود بود، رقص بود، ساتیری بود، بسیار این قدر گپا. خوب منفعت خیلی منفعتی چی بوده؟ ناچیز بوده. ضررش چرا؟ به خاطری که در شرک واقع شده که کلی اعمال نیکش چی کرده؟ برباد کرده. از خاطر الله میگه لبیس المولا، خیلی بد یاور بود و لبیس العشیر، خیلی بد رفیق یا همدم و همنشین بود. قطعی کی تو رفاقت کردی و نشستی که تو را در این حالت رساند. از امو خاطر بد همنشین به خاطری بود که همین بدعتا و شرک برشی کرده بود، مزین کرده بود به نام چی؟ عبادت. به نام چی؟ عبادت کرده روی بود. ای نه، چی میگفتن؟ پیربایی بیا اینجا، پیربایی ما بیا اینجا. برش گفته بود که خلاص در این طریقه که آمدی خلاص شدی دیگه، حالی بیغم باش، چند روز بعد میرسی، هم نمازت معاف میشه، هم چی؟ بگوی روزیت معاف میشه، کلش حالی تو میرسی. باز بعد از او قطعی هر زن که بشینی خلوت هم بکنی برای تو جایز است. ان الله يدخل الذين، یقینا الله متعال داخل میسازه و کسایی را آمنو که ایمان آورده، ایمان قرآنی و عمل الصالحات به مقتضای ایمان عمل صالح انجام داده، جنات تجری داخل میکنه در باغا که روان است من تحت الانهار، در زیر قصرها و درختایش جویا. ان الله، یقینا الله متعال یفعل میکنه ما آن چیزی را یرید و که اراده کنه، و مردمان را تباه برباد میکنه به واسطه شرکشان، اعمالشان هم مکمل ضایع میشه. لیکن مؤمنان الله متعال در این طور مقامات عزتمند داخل میکنه. هی الله هست، الله قدرت داره. من کان یظن، کسی که گمان داره الله ینصره الله، الله اشاره میکنه که پیغمبر علیه السلام به هر رقم که شو ما نصرت میکنیم، پیغمبر را نصرت میکنیم، پیروزی کامیابی را نصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم میسازیم. آل دشمنایش دیگه دورا داره.
یا خدا انتحار کنه، خدا بکشه. چرا؟ به خاطر که نصرت و پیروزی پیغمبر تحمل کرده نمیتونه. آتش حسدشان آنقدر افروخته میشه که دیگه بگوی گنجایشی باقی ماندن، زنده ماندن نداره. الله میگه ای کسایی که دشمنی پیغمبر هستی، الله پیغمبری خدا نصرت میده. دلت دیگه عالی دورا داری. یک رای نمیسته که خدا چی کو؟ رسپان بند کو در سقف خانه خدا در گردنی تاویزان کو تو بده 4 دقیقه بعد تو چی سوی؟ نفس خود قطع کو که حسدت گم شود دیگر را نداره. این زد بازی و حسدی که با پیغمبر داری، این فقط یک را انتحار کو خدا. این مانع از زیر نداره که انتحار روا است. خب این مانع از زیر داره که تو بدبخت دیگر را نداری. الله خود نصرت میکنه پیغمبر خدا. دوم مانعی داره ای مردکه، نصرت الله برای پیغمبرش امر لازمی و حتمی است. اگر تو خیلی بغض و ضد داری با امر پیغمبر که باید پیغمبر نصرت نشوه، دیگه برو د آسمان بالا شو. وحی را ازو جقتکو، وحی را ازو، چرا که نصرت و عزت پیغمبر توسط چیست؟ وحی الله است. برو وحی را قطکو. لیکن این کار پدرت نمیتونه، رفته نمیتونه. خیر که نمیتونی بسوز دیگه. بسوز دمی غم و غصت، ده غم و غصت بسوز. الله موحدین زیاد میکنه، مردم آگاه میکنه، بیدار میکنه. او حسد کننده و مخالف که توحید الله را بد میبینی دورا داری. دورا داری. اگر تو بگویی که جلوی حرکتی سریع تو بگیری، حرکتی که بیدار کننده، حرکت سالم درست و با منبع اصلی مردم چی دعوت دادن، این حرکت اگر تو را زور میده او بسیار تو را دغوسه کرده، دورا داری. یا خدا انتحار کو که قراری شوه، حسدت ختم شوه. یا ایسته که برو بگوی برو از اصل سرچشمه کتاب الله و سنت رسول الله را از بین ببر که هیچ موجود نباشه. اگر کتاب الله و سنت رسول الله موجود باشه در جامعه، هر قدر که تو تبلیغات کنی، رقم تبلیغات کو. یک دفعه نصارا معرفی کو، دیگه دفعه یهود، دیگه دفعه لامذهب، دیگه دفعه بگوی تقلید قبول ندارد، دیگه دفعه اولیاء را قبول ندارد، دیگه دفعه وابی. رقم لقبا مان. خوی لقبا مانع حرکت شده به خاطر که کتاب الله و سنت رسول الله چیست؟ عالی نشر اشاعت پیدا کرده. تا دین روز جوانی ما گلنار بیگم هم میشیرید، عالی در موبایل خود ترجمه قرآن میشنوه. تا دین روز جوانی ما در فکر ازی بود که تیکت سینما را پیدا کنم برم در سینما. عالی جوانی ما در فکر عزیز که پیسه را پیدا کنم برم در ترجمه. انشاءالله اینطور باقی نمیمانه. این ملت آگاه و بیدار میشه. من کان یظن، کسی که گمان داره الله ینصره الله که هرگز نصرت نکنه امرای پیغمبری خود الله فی دنیا در دنیا و الاخرت در آخرت، پس چی کنه این مرده؟ این مرده که قدر بغض و دشمنی با پیغمبر داره، حسد، آتش حسد در قلبش داغ شده، چی را داره که از بین ببرشه؟ فلیمدد بسبب الی السماء، دو ترجمه میکنیم. فلیمدد آویزان کنه خدا بسبب به یک رسپان الی السماء، به طرف سقف، مراد سماست چی میشه؟ سقف خانه میشه. خدا آویزان کنه دو رسپان خانه، یعنی رسپان بالا بند کنه، خدا غرغره کنه. بعد ازو ثم الیقطع، بعد ازو قطع کنه نفسی خدا که بمره که قرار آرام شوه، دیگه چی بغضش از بین بره. یک معنی است. باز بر چی میگه؟ فلینظر ببینه هل یذهبن کیده ما یغیظ، امی تدبیرش از بین میبره آن چیزی که را در غصه آورده که اون نصرت پیغمبر است. نصرت پیغمبر کی را به غصه آورده او را قطع کرده میتونه؟ نه، خدا هلاک کرد. خدا چی کرد؟ اوه نصرت پیغمبر در جای خود باقی ماند. دوم ترجمه، من کان یظن، کسی که گمان داره الله ینصره الله که هرگز نصرت نمیکنه، هرگز نصرت نکنه، منظورش است پیغمبر الله متعال فی دنیا در دنیا و الاخرت در آخرت، لیکن الله خود نصرت میکنه. فلیمدد بسبب، فلیمدد معنی چی است؟ امر تعجیزی است. دراز پرته بسبب یک رسپان الی السماء، د آسمان، یک رسپان د آسمان بند کنه، باز از این طرف دمی رسپان خدا چی کنه؟ بالا بره دمی رسپان. ثم الیقطع، بعد ازو قطع کنه وحی الله را سری پیغمبر که نصرت از پیغمبر قطع شوه، الا کده که دل ازی چی شوه؟ بگوی از بغض و کینه چی آرام بگیره. فلینظر، باز ببینه هل یذهبن کیده، که آیا این آسمان بالا شدن قطع کردن وحی از بین میبره کیده، ایله چلی ازی ما یغیظ، آن چیزی را کی را به خشم آورده بود، به غصه آورده بود.
نه تو کس خو نمیتونه که این امر تعجیزی میگه. چی میگه؟ یعنی تو بدبخت عاجز هستی، آسمان خو بالا شده نمیتونی که وحی از پیغمبر قطع بکنی، که نمیتونی اینمی قسم بسوز دیگه. نصرت الله دایمی است، وحی الله سر پیغمبر دایمی بیا، تو سوخته برو.